وزن تو 73 کیلو. Next contest, second round for men under 73 kilogram category. الیاس لادیس باشد For Uzbekistan, شاگرد خویش Shahram Akhadov. پهلوان In white judogi for Tajikistan, Somon ازبک Makhmadbekov. شهرام احدف را وارد به نبرد کرد. احدف طول سالهای اخیر اونقدر نتیجه بلند ندارد. اخیران مراتب در گران پری بوداپشت 2019 نشان برنجی به دست گرفته بود. از اون سال دیگر نتیجه بلند نداشت. در پاریژ برای جای سیوم مبارزه برده بود. یاد داشته باشید در گرند اسلم پاریژ بود و اونجا در مقام سیوم از نشان برنجی محروم شد و مقام پنجم را کسب کرده بود. و این شهرام حالا با اینجا یک وزغری قریب نه علاقه به دست آورد و سامان باید با پررگی تغییری تاکتیک کند وگرنه بر مقابل چنین پهلوانی که جست خیز میکند از جای فعال میشود باید هنرش رو ایستاد. ببینید دست سامان رو قلف زده است این شهرام و خیلی قوی گوشتین میگرد سامان باشد برای رها کردن دست حالا جهد دارد و آنها مبارزه خود را درستر میکنن. اکنون باز شهرام همون شیوه دیگر را پیشه کرد و مته نشده است و 20 حرکت دارد. 20 سامان باشد پشت پای رقیب یک مانع خوب گذاشت و بعدا از این را دست کشید. حالا به توقف نبرد آنها ادامه می‌یابد. به توقف داور مرکز اشاره برای اصلاح کمربند کرد برای پهلوان ازبک. هدف و شدای اول برای نشان داد. یک شدای یک وزره برای پهلوان ازبک است. وزره به خاطر فعال و پهلو افتادن سامان و شدا برای یک سم گوشتین گرفتن و سامان باشد. حالا اکنون شاید اینجا امکانیت نوبتی رو به کار بردن شد و جهد کند تا اینکه لااقل رقیب را توسط شیدا شهرام باز دوباره همون شکل رو به کار میبرد ولی این نوبت موفق نمیشد. قسمتی از وقت اساسی در اختیار دارند آنها. قسمتی وقت اساسی رو باید ثمرانه استفاده برند. مخصوصا برای سامان لازم است که در 2 دقیقه نوبتی با پررگی هجوم کند. تمام دیگر اگر هجوم نکند پس یک وزر رقیب پیروزی است. الیاس لادیس قهرمان المپی مربی که منتخب ازبکستان رو تمرین می‌دهد یک سلام می‌کند از جای خود و طریق دست هم اشاره می‌کند. مربی سامان کی است در اینجا؟ Next contest, second round for men under 81 kilo. In blue for Uzbekistan, Ramazan Al-Bermir. In white for France, Nicolas Girard. یک طرفه برای سامان کسی صدا میکند. هدف شهرام باشد. گریبان خود را نواسته. ببینید حالا باز دست سامان رو قلب می اندازد و همین شیوهی که یک طرف گوشتین گرفتن او به خاطر که رقیب را امکانیت ندهد تا اینکه با کار نبرد اصول را سامان. یک بر یک می شود. بله یک بر یک. اکنون یک وزر هر دو پهلوان دارند و عکس العمل سامان امتیاز آورد. یک بر یک. شماره شدا هم یک بر یک است. اکنون اگر به طور دیگر گویم حالا نبرد جدید شروع می شود. این رقابت است که حالا اکنون هنر شایسته رو طلبگار است. تلاشا از هر دو هدف جهد کرد. حالت لب دادن دست برای سامان باید دست رو بگیرد. بسیار حالت خوب است ولی رقیب هم بسیار راستینی سامان رو داشته است. اینجا هدف کوشش دارد برای ندادن دست خود بر رقیب و سامان باشد چون مثل محمد بخشا محمد بکوف
برای لا دادن دست احدف شهرام جهد کرد. باز ادامه نبرد. ادامه نبرد در گلدن سکو خواهد شد چون نزدیک است به گلدن سکو. مقصد رسیدن این جفت تلاش دارند. ساماد محمدبکов پهلوان تاجیک یک دک سفید است با احدف شهرام بهر رسیدن به منزلگاه مقصود تلاش دارند. کس ندانست که منزلگاه مقصود کجاست. آنقدر هست که بانگ چرسه می آید. بانگ چرسه که پیروزی می آورد برای این جفت، مخصوصا برای سامان کجا باشد تا کجاست. فقط تلاش، مهنت، زحمت را طلبگار است. هدف خسته شده است شهرام. سامان گشتین دارد. سامان گشتین خوب دارد. اوه پشت پای رقیب انقره بود که یک مانع خوبی باشد تا اینکه در اینجا سامان امتیاز به دست دارد. خستگی هدف را سامان می‌بیند و جهد برای پیروز شدن است. صدای تاجیکانه می آید از این تالار مغولستان. برای سامان مصلحت می‌دهند. Tatami 1 winner of the quarterfinal in white judogi for Israel Kili Sharir. خود را کنار میبرد. از Isokova of Uzbekistan in the repechage. تکنیکای سامان خود را می‌دارد و Next quarterfinal for the women under 63 kilograms. Tatami 1 in blue judogi for Turkmenistan. دو پهلوان تجربه داری وزن تو 73 کیلو سامان و شهرام هدف. ادامه دارد. محمدبکov جهد میکند که یک طرف کشتی گیرد و اینجا ببینید هدف باشد خود را کنار میبرد. الیاس القادس بطاقتی میکند در جای نشستگاه برای شاگرد خود. گشتین خوب نه اینجا کمی درشت رفتار کردن از جانب هدف خود که کمی شیوه نو درست است. باید گشتین شود. گشتین جدا اونقدر زورواری رو نمیپسندد. در گشتین فقط امتیاز باید پیدا کرد، حرکت خوب کرد و هنر شایسته را نشان داد. معلوم است که شهرام خسته شده است با وجودی که سامان هم خسته شده است، ولی سامان خود را خسته نشان نمیدهد. یک جهت خوب است که باید خسته نباشد و الیاس القادس را اشاره میکنند که تو آرام باشد وگرنه از توصیه مربیگی نزد گشتین دور خواهد شد. Winner on tatami 1 in white for IJF Kamila Badurova. Badurova goes to the semi-final. Tatami 1 next contest. سوار کتفی number 70 kilograms in blue judogi. Representing Uzbekistan, Obidkhon Namonov. In white judogi representing IJF Makhmatbekov. سامان هم آن اکنون ببینید حالا رقیبان برادرزاده ها هر دو پهلوان ازبک هستند. بر مقابل محمدبک
پهلوانی ازبک برآمده است و هدف هم با سامان محمدبک پهلوانی ما گشتین میگیرد. گشتین آنها دور و دراز شد و ادامه نبرد محمدبکов با رقیبشان در قسمت های چهار یگانه علاقه شروع شدند. علاقه سپاره میشوند و اینجا الیاس لادس برای ببینید شورا کرد. شدای نوبتی برای سامان نشان دادند. خوب است برای سامان تا اینکه عمل را به کار برد. لادس باشد او را مانع شورا میکند برای هدف تا اینکه شکل درست گشتینگیری را به کار برد. مربی که در کرسی سامان نشسته است خیلی آرام است. حالا ببینید هدف را خود را کنار میبرد است. ولی کنار بردن معنی او را ندارد که او دور است. کنار هم برد ولی اصول انجام میدهد. یک وزری و شماره 2 شده برای سامان و 1 شده برای این خطر است برای سامان. باید احتیاط کند وگرنه این شکلی که هدف به کار میبرد چندین مراتب بود که خطر داشت برای سامان. اگر شده نشان دهند برای سامان خنساکی ممکن شد. پس بله هدف شهر را بعد دورهای میلوده میرد. افسوس که سامان قبلی هدف در این شده باخت و خب خوب میشد که اگر ما محمدبک رو تماشا میکردیم چگونه گشتین دارد با پهلوان ازبک. عابد خان اگر امکانیت میشد از دستگاه مرکزی با اوجا گذاشت میکردند.